بر شما ملت نمک نشناس، شما خواهران و برادران متحرک. امیدوارم که حالتون خوب باشه. ببینید عزیزان، کوکب دماغ هستم، رئیس کل بسیج. مشکل بسیار بزرگی در جامعه ما الان داره اتفاق میفته که خودتون مطلع هستید و ریپورت و خبرهاش هم به من هم که رئیس کل بسیج و قوا هستم رسیده. ببینید عزیزان، ما از مشکل مطلع هستیم، میدانیم که برادران بسیار متحرک هستن، تحریک میشوند. من خودم شخصا اصلا خاطره دارم که برادران با موی دماغ من تحریک میشن و اینو مطلع هستم. موی دماغ البته گاهی وقتا صافش نگه میدارم، گاهی وقتا فرفری، وقتی که فرفری هست بیشتر متحرک میشم. با چند تا از دکتران جامعه شناس صحبت کردیم که ببینیم که رمز تحریک برادران با موی دماغ فرفری چرا بیشتر از موی دماغ صاف می باشد، که نتیجه پژوهش هنوز به دستمون نرسیده، اما به محضی که به دستمون رسید در خدمت شما خواهیم بود. همینجوری که داشتیم راجع به مسائل موی دماغی با خواهرانی دیگر صحبت می‌کردیم، یکی از همین آبجوی عزیزمون که در همین بسیج با ما کار میکنه، لاله جون، داشتیم راجع به جمعیت صحبت می‌کردیم. لاله جون نظری دادن، پیشنهادی دادن که خیلی خوب بود. از اونجایی که برادران با موی دماغ هم تحریک میشن، خب گفتم دیگه با موی دماغ هم مرتب دارن تحریک میشن، تصمیم گرفتیم که برای ادامه دادن به جمعیت و اضافه کردن جمعیت قرارگاه بسازیم. چطوره؟ ببینید جمعیت و الان داره نسلمون کم میشه. برای ادامه دادن به این نسل عزیز همین اکنون باید مانند یک نهضت عمل کنیم و وارد کار بشیم. پس من و لاله جون فکرامونو گذاشتیم کنار همدیگه و دیدیم که بچه دار شدن، نسل رو اضافه کردن، جمعیت رو اضافه کردن خب سالها طول میکشه، باید کاری کنیم، دست به کار بشیم. بنابراین تصمیم گرفتیم که در کنار خیابان، در کوچه ها، آره دیگه، قرارگاه های فرزندسازی مهم هست در رابطه جمعیت سازی، نسل جدید رو ساختن. باید برنامه‌ریزی لازم داره. من و لاله جون گفتم کنار هم نشستیم و فکر کردیم. بنابراین من با همین موهای دماغ زیبا میبینید من راهی اداره شهرداری شدم و از این قدرت زنانه خود استفاده کرده با رئیس کل شهرداری صحبت کردم و قرار شد که پروژه قرارگاه جمعیت سازی و نسل سازی رو به ما بدن. چطوره؟ قرارگاه گفتم ساختمان‌های مخصوصی هست که در کوچه و خیابون و پارک و که حتی کنار مغازه ها که قرار گذاشته خواهد شد که فرزند سازی بشه. از اتوبوس مثلا رفتی سر کار، از اتوبوس پیاده میشی، مثلا موقع دماغ خواهری رو میبینید، خب همونجا فرزندسازی ایجاب میشه دیگه. بودو میتونید داخل ساختمان بشوید فرزندسازی کنید. امیدوارم که 6 ماه هم بیشتر طول نکشه که به دنیا بیاد و تا روز دیگر قراری دیگر، قرارگاهی دیگر. آره عزیزان، این پروژه ها خیلی طول میکشه، بستگی به مغزهای نخبگان مانند ما داره که ما بتونیم این فکرامون رو کنار هم بذاریم، بتونیم با همچین پروژه هایی کنار بیایم، بتونیم این نقشه. این کار آسونیه که مثلا من کوکب دماغ با لاله جون بشینیم مثلا فکر قرارگاه، مثلا خیلی مثلا نخبه لازم داره، ما نخبه ایم.
طیبه عزیزان، امیدوارم که نسل زیاد بشه، جمعیت زیاد بشه. خانمای عزیز، تحریمی بود، یه مدت تحریم خیلی بود دیگه، نتونستیم اپلاسیون بریم. موی دماغمون به این اندازه شد. اما خب برای فرزندسازی خیلی مهمه. آره والا، چه فرزندن ها با این موی دماغ به وجود بیاد. تحریک که دیگه تحریک میکنه برادرها رو. حالا خدا میدونه الان چند نفر اینجا تحریک شدم. خدای توبه. برید ملت نمک نشناس، تا روزی دیگر، دماغی دیگر، قرارگاهی دیگر، پروژه‌ای دیگر، برنامه‌ای دیگر، با امید دیدار. یادتون نره لایک کنید، سابسکرایب کنید.